سلام برسه دوستا عزیز، خدا کنه جور و سلامت باشین. آمد عید است بخیر. و ما قسمی که قبلا در برنامه گذشته هم گفتیم، ما با بعضی خانواده همی خانه شاید باشه که قبلا آمده بودیم و کسایی بودن بی سرپرست بودن، کارگر نداشتن. خواستیم که یک بار دیگه خبرشان در سر عید بگیریم و ببینیم که کسی هست یا نه. سلام علیکم. خاله جان خوب هستی؟ صحت خوب است؟ اجازه است؟ سلام بفرمایید. خوب هستین ان شاء الله؟ خیرتی است؟ شوهر داشتم یک مرد آدم بود، اگر معلولم بود خیلی مرد انسان نمیموند مدد در روزی کوچه برای بده. حال روزی شد که وقتی که مرد این هم قسم به چیزی بیچاره موندیم بده. یعنی خودت ای تفلکار خوارزار نمیمان که برای کسی دست دراز کنی؟ نه بیدر چون نه ایش دست ما ایش احتیاج یک نفر نبودم که یک نفر یک انداختن چای برم در خانهشون یک انداختن چای بیارم بیارم. ایش نبودم بیدر. خودش بیچاره سوخت برمی آورد مثلا همه چیز بیچاره. حال ما کاغذ داره اونو چوبکار اینی همسایه داره، اونو گکار میده میکن ماتش میکنم. خودت پخته خیاط هستی؟ نه خیاطی مثلا چی میدوختم چارجیبه اونجا مو زیر چته مولوی باز مرا میگفت که همشیره بیا اینجا ما چی میتم تان برتان تکی قیچکگی برتان میتم بودوزه. باز این شلوار کردی میدوخت مو ایرانیا شلوار کردی میگن میدوخت. امروز رفتار خوب کو، کلان شو بخیر برتان کار کنه، شما باز در خانه باشین که باز خرچ خانه را بیاره. صحیح است؟ لکای تردوش مکتب رفت؟ گکشم در مکتب رفته، یکشم در مکتب اینی مال بردمشن. بیادر زنگ زده بود اینی مال در مکتب بردمشن آمدم بیادر. چند روز محدود به عید مانده، چیز کالا مالا چیز هیچ چیز نگرفتیم هیچ چیز نگرفتیم. من قکردم که یعنی به خرچ عید ما چیز ماه مبارک رمضان ایسا خرج می‌کردم. یه آرد خریدم و مثلا یه روغن خریدم و چای بور و اینم چیزا رو به خودم بیادر جان خریدم دیگه چی خریدم. حال جای در کار رفته بودی؟ نه نرفته بودم، در خانه بودم، جای نرفته بودم. کجا گفتی کار میکنی؟ خانه یک دکتر است. چی کار میکنی؟ زنش مریض است. همین خانه پاک، خانه هایش پاک میکنم. مثلا یک دانه بچگکش است نمره زفت میکنم. خود زنش هم تا جای بجای مریض به سر است. کار خانهش میکنی؟ کار خانه گکش میکنم. برم هفته یک دفعه دو دفعه دیگه بیشتر زنگ نمیزنه که من مثلا برم اونجا. دیگه زنگ نمیزنه. امروزه که بری با 200 متر؟ 200 متر دیگه بیشتر نمیتونم. میگه خاله دیگه حالا قیمتی است نمیتونیم که ما بیشتر برات بتیم. بیا ما گفتیم بعد از 2-3 ماه خبر تا بگیریم زنده که باشه. وضعیت چطور است. زحمت کشیدین بیادر، خدا نگیریتون جانتون به درد کنه. خدا جان هر کس کمک ما میکنه، خدا وسیلهشان وسیلهشان بکنه. کس شماره تان گرفته بود کسی برتان چیزی کمک؟ نه نکرد. اون شمارهش از پیش ما است. نکرد تاله. نه تذکره ما حتی گفت تذکره ایمیل کردم براش. دیگه دیدم که هیچ اصلا جواب نداد. باز ما گفتم مزاحم یک مسلمانم نمیشم. نامش میفهمی؟ نامش نمیفهم. نگفت از کجا زنگ زدیم؟ گفت از آلمان زنگ زدم. خودش هم گفت از آلمان زنگ زدم. تماس گرفتم از آلمان. من گفتم بیادر جان ما دیگه یک زن بیوه است، مثلا همون نفرایی که بر ما روی کرده بودین، ما یک زن بیوه قید تا طفل هستم، بی سرپرست هستم در خانه من میشینم. بله. خب دوستا، بعضی هموطنای ما قسم قبلا هم گفتیم که می داستان خانواده‌ای که میگن یا مشکلات خدا میگن، این کدام سریال، کدام فیلم هندی یا کدام فیلم خارجی نیست که شما میبینی. این زندگی همیشگی یک هموطن ماست که با درد، با رنج، با غم سپری میکنن. وقت شما در اون لحظه احساساتی میشین که والا ما 20,000 کمک میکنیم، 100,000 کمک، وقتی که ویدیو تیر میشه شما دیگه نمیبینین، همه چیز فراموش میکنن. نه، همون هموطنتان است که همون درد و رنج داره
وقتی که تو درک نمیکنی دیگه او مربوط به خودت میشه. همه طور است نه؟ که همون ساعت ببینی اشکت بریزه، وقتی که ویدیو را نبینی دیگه باز. بله ما به خدا بیدر ما خیلی دیدن دار هستم، عمل دار هستم بیدر، عمل ما خیلی زیاد هست بیدر. ما 35 سال زن از این مرد کشیدم، پاشم قطع بود بیدر. هیچ کس نداشتیم. یک پدر مادرش بود قید 3 تا بیادرش در ایران هستن بیدر. بر ما روز گفت که چرا لیلا نمیایی در ایران نمیایی؟ گفتم ایران چی کنم؟ من ایران نمیایم، ایران چی مشکلات دارم که در ایران بیام؟ من نمیجا اگر اگون تا کمک نکرد خواهم خانه شد. همیجا گفتم خانه هم دکتر اگر کار میکنه روزکی همیجا الان پیدا میکنم. گفتم بیا خدا مهربان است. ما فقط آمدیم که یک مقدار پول برات بتیم برام تفلکا لباس بگیری و یک عید خوب داشته باشیم. شوهر چند سال شده بود؟ 3 سال شد. 3 سال. بیا توکل به خدا. یک مردی بود بدر، یک مرد غیرتی بود، غیرت داشتی، بعد داشت بدر من. بله. آره بیچاره که مرد به سرپرستی نمیشه، یک مردم بدر، هیچ کس نیست که بعد لای مرا بالا کنه. خدا خیر بده شما را پاک پروردگار جانتان بدر کنه، جانتان جور باشه، هر کس که کمکمو میکنه خدا خیر. سلامت باشی مادر، زنده باشی. از طرف برادر ما حمیدجان از آلان 11200 روان کرده بود. این 6200 خودت بگی مادر، با تفلکا یک لباسی هم بگی و این 5000 دیگه شه برای خانواده دیگه که ما قبلا کتش برنامه داشتیم بر از او، چون سر عید است که گزارش ما هم شه و از وام شه. صحیح است؟ بخیر باشین. خب دوستا، ما مدامت عید بود خواستیم بعض خانوادهایی که قبلا همراهشان برنامه داشتیم مشکلات داشتن صحبت کردیم و خواستیم حداقل خرچ عیدشان یک پول نقد بتیم که برام تفلکای خودان لباس بگیره و یگان سودا برید. بازم از خانواده قبلا همراهشان کمک داشتیم، برآمدیم به سایه دیگه آمدیم بریم اینجا حال احوال خبر بگیریم که وضعیت چگونه است. کدام طرف میریم؟ دست راست سربازا. خب دست راست میریم بازم مستقیم ببینیم که این خانواده در چی وضعیت قرار داره. بیا و علیکم سلام. خب دوستا آمدیم در مقابل خانواده دیگه که فکر کنم شوهرشان در وزارت زراعت مدیر بودن و تصویر قبلیش شما یک بار برین ببینین. ما میریم داخل. مینا سوخته در تمام زمستان ما چوب نخریدم. هری مندهی بوتل جمع کردیم، پلاستیک جمع کردیم، آوردیم زمستان اولاد. چند تا فلایت هست؟ 7 تا. ما 4000 کرام میتم در نمیجا گشنه تشنه کردیم یتیمای مفتم. در نمیالی 5 تا زیارت است. امشب تا صبح که میشه نمیرای زنای نمیالی یا کل میخوای نفر تا بالا میره. کتی نمی یتیمایم تیر میکنم. این همیال ارمان تو میدی که من در چریر بچی میسازانم. این سنه بغل من نمی قمه ندارم که من برم بین همیال یک نقصه دوا بگیرم که اولادای مجبور شوه. که همون روز که ما آمدم که بچیم از برنده هفتیده بود بیده که نمیالیم یکی نفر پر بود. سنه علی سعی میکنم که علی زنده خون دیگه من نفهمیدم که من چی رقم تیر کردم، من چی رقم طرف بچیم اومدم، من چی رقم سن بچیم سعی کردیم. از سینمای پامیر کل از این جمع میکنم اونو حالت نسوخت. کشیدیم میار میمونم بسته زمستان من بین میالت تیر کردیم بیادر. اینجا هم کل شب آمدم، شب باران بود نه؟ من نفر ندارم که من اینمی مجور کنم. بله. این همیشه تا صبح من زیر انگور و زیر چکک بودم. اما کسی نداشتم که بر من بگیره همون را جور کنم.
چی کده بچه این پایتن؟ ها؟ پای از بیاره سامان پایش همین نفسلش خود دور کده کوری پاش خواه همین قدر بیچاره پایدرد من دقیقه از این نبودم خود دقیقه هم خوب بودیم گفتی یگان تمی غریب بیچاره درد خدا نمیفهمه همین بعد از مرده پدر از این پایش خود درد میکرد بعد من یارو خبر داشت که شاگرد دیدانا در دکان خیاطی شاندیمه من میگم البته مونده میشه میرم میام کوری پای از این درد میکنه چطور هی دقیقه‌اش نبودم حالا روز پیش دکتر همسایه من فکر روزی خود به من روان کرد 300 او رو من گرفتم بردم پیش دکتر دمی در چی نامش کجاست دمی سینمای پامیر کس اینجا که بردم عکسش گرفت گفت همین کوری پای از این نفسلش خود دور کرده گرفت گچش کرد بر 2 هفته بر 2 هفته گچش کرد که باید یه جای خاطر شور نخوره همین نیم نقصهش همقی که به اندازی اونو پیسه کمی همسایه روان کرد اونو گرفتم دیگه ایشه گرفتم پس آقادمش بیادر حال پایش آواز نکرد هنوز 2 هفته نه هنوز 2 هفتهش نشده نه بیادر هنوز مونده 2 هفتهش بچه که از بالا افتیده بودم ای هست؟ این همیسته از این بالا پایین افتیده بود این همیسته چطور هستی بچه؟ بسته نامه که چیست؟ فرده چی؟ فردوس؟ ای چیت میشه؟ این دادا موله دادا موریش دادا موریش هست چطور هستی تو؟ خوب هستم گوشکای تنم غار کردی؟ کی غار کرده برد؟ مادرم او غار نشدی؟ نه چند جای غار کردی؟ 2 تا را؟ اونوش نو غار کردی؟ نیمه دویشه یک سای با چی من دازیده و دیگه گوشت؟ دو گوشت دو غارای دیگه این گفن دازم چی سوخ میکنه سوخ میکنه؟ شوکی چربش که خو؟ از مام دخترکم نو گوشای خود غار کرده خو؟ باز اگه دیگه دفعه آمدیم باز بر گوشواره میارم سعیز؟ سعیز؟ آفری چی رنگ گوشواره بیارم؟ اگه میاری بیار نگی نداشته باشه یا نه؟ داره سلامت باشین دوستا تصویر قبلی را دیدین و مشکلات خانوادان بر شما معلوم است حالا ما سرید بود آمدیم که متفلکات یک لباس یا برشان بگیری لباس خو همین دین رو صبحکی نمیا بیادر مردگیریان شاندن یک اوش آمدن مادر بر ما ایده کالا نمیکنی دیگه شما میگم مادر ما خود دیدیم که همسایه ما ده کوچه کل از خود از بیادر همین هر کدام از کلچه گرفتن و میوه گرفتنی آمدن میگم مادر تو بر ما نمیگیری اوش میگم مادر خیر نوری سرک کالا کس اون از اونو بر ما بیار اونو خوبش هست بعد من برتن کالا میکنم خرچه میکنم هر چیز من برتن میکنم نه بخیر باز برین کالا بخرین خیر ببینی خب دوستا و خانواده رم خب قبلا شما تصویر شدیدین آمدیم پیشی خانواده از جمله پولی که بود 6200 اون مادر را دادیم 5000 هم برای خوراک میتیم که 1-2 شا بر تفلکایت لباس بگی دیگه شما خرچ مصرف کو صحیح است؟ بخیر باشه یک حسابش کو که کم نباشه یک حسابش کو خیر است میگه از رام که یافتی یک حساب کنی 2000 اما دین روز ما یک جای کالاشویی رفتیم بیادر امکار که ماشینش هم پریش کس الله همین آخون او چه تو سکدک من نما قدم پیشم دارم دین از وطن نت ما یک تو بنداج بینیم دست خود بگیرم میرم اتاوت مالی نما قدری کل که کتی شلاق است یک جای کالاشویی رفتم خیر پیش دکتر برم یک بنداج بخیر باشه خب دوستا دیگه کار بار ما جات است پولای شما که ما کوشش میکنیم در ماه مبارک رمضان بخیر کلش خلاص کنیم چون صدقه و زکات و فطر روزه تان است سپاسگزار هستیم از برادر مامی جان که از آلان 11200 روان کرده بود 6200 به خانواده دیگه دادیم 5000 هم برای خودت خداوند یار مددگارتان پیروز و کامگار سربلند باشین همیشه هموطنایتان نه تنها که در ماه مبارک رمضان همیشه کمک کنین خدا حافظتون به یادشان هستیم به یاد خدا باشن سلامت باشین فقط با جانجوری ما دعا کنین که ما جور باشیم دعا نمیکنیم بیادر گفتی یگان تا خود ما دعا نکنیم بیادر گریشی نمیاد دعا میکنن بله دعا چطور نمیشنویم سلامت باشین برو بخیر خیر ببینیم
خب هموطنایی بود برنامه امروز خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که از این برنامه شما چیزا مخته باشین و مشکلات هموطنای ما را که واقعا دردآور است دیده باشین. هر کسی که کمک داره ما در خدمت هستیم. برنامه ما ادامه داره و نه تنها که ماه مبارک که رمضان را در نظر بگیرین بلکه همیشه بر هموطنایتان کمک کنین. انشالله پروردگار اجر پاداش بر شما میده. خداوند یار و مددگارتان. سپاسگزار هستیم از حمید جان از آلند. ما سپاسگزاریم از آقای حمید جان که از هلند مبلغ 11200 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که در این برنامه برای دو خانواده برای رفع نیازهای اساسی خانواده هایشان نقداً پرداخت گردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.